به چهره من نگاه کنید. چروک صورتم هست، حتی بعضی جاها افتادگی هم داره صورتم. موهامم رنگ کردم ولی بیشترش سفیده. میخوام اینو بهتون بگم، اگه ظاهر شما انقدر برای شما مهمه و به باطن و درونتون نمیرسید، روزگار با شما بد تا میکنه. حواستون باشه. ظاهر خوبه، زیبایی خوبه، پوستمون رو برسیم، رنگ مومون رو درست کنیم، توجه بهش داشته باشیم، برازنده باشیم، خیلی قشنگه. اما باطنمون چی؟ درونمون چی؟ ناراحتیامون چی؟ خشممون چی؟ عصبانیتامون چی؟ بدخلقیامون چی؟ زود رنج و حساس بودنامون چی؟ خودشیفتگی هامون چی؟ رفتار بد، دهان بد، بدبین بودن هامون چی؟ اونا از ما چی بیسازه؟